حالا اینا من همه این چیکار میکنم؟ این صندوق قدیمی مادرم هستش. ببینید دوستان، اینجا یه مقدار به هم ریخته هستش. من میخوام اینا رو جابجا بکنم، از اینجا برش دارم و اینجا رو مرتبش کنم. این صندوق قدیمی مادرم هستش. من اینو تمیزش کردم، دیروز شستمش. این داخلشه، ببینید قدیمی هستش. تمیزش کردم، شستمش، مایه زدم بهش و تمیز شد. میخوام توش یه پلاستیک بذارم، بقیه وسایل اضافه رو بذارم همین داخل بمونه. این صندوق رو اومدم چیکار کردم؟ اینجا یه سفره یه بار مصرف داخلش انداختم. میخوام کتابامو بچینم داخلش با وسایل اضافه. ببینید دوستان گلم، این صندوق الان پر شده از کتاب‌های من، یعنی بیشترشون کتاب‌های روانشناسی هستش و اینجا گذاشتمش و همچنین دفترهای اضافه که اینجا داشتم ولی تعدادشون خیلی کم، بیشتر کتابه. اما یه برگه اینجا هستش که انشالله یه موقع دیگه براتون خواهم خوند. ببین دوستان، یه سری لوازم خیاطی اینجا گذاشته بودم که حالا خالیش کردم. ریختمش کجا؟ اینجا. میبینی خنزل کردم و همش اینجا. این کارتون پر خرد پرده، بیشتر لوازم خیاطی بود. به خاطر همین همشو ریختم بیرون. میخوام بهشون نظم بدم. چیکار میکنم؟ هرچی دکمه هست همشون رو جمع میکنم، میریزم داخل این لیوانه. یه لبش یکم شکسته، به خاطر همین من میتونم به عنوان جا دکمه ای ازش استفاده کنم. هر چیزی که همیشه میخوایم تمیزش کنیم اول به هم میریزه، بعدا دوباره تمیز میشه. دوستان گلم، من دکمه ها و مروارید رو توی لیوان و توی جای گوشپاکم ریختم. میبینید دوستان، این هم لیست خرید مال اون زمان منه که برای خیاطی استفادهش میکردم. مینوشتم اینم پول خورده، یادش بخیر. اون زمان کلوچه، نوشابه، این چیزا رو میخریدیم میرفتیم مدرسه ابتدایی. عزیزم مثلا این جعبه های مثل کارتون محافظ و هر چیزی از این چیزای کوچیک مثل لام میخرین، اصلا دور نریزین. اینا رو تو انباری نگه دارین برای روزی که به درتون بخوره. مثل الان من خیلی بهش نیاز دارم ولی همین یه دونه برام باقی مونده. خیاطی هستش که گذاشتم روی هم دیگه. اینم جعبه لباسم خیاطی نظمش دادم و اضافه نخورم اینجا ریختم. خوام درشو ببندم. تمام لوازم خیاطیم که اینجا جمع آوریش کرده بودم اینجا گذاشتم. بقیه چیزای اضافه هم جمع میکنم لاش میذارم. ببینید اینجا چیزای خوشگلم دارم. اینا رو باید از توش جمع کنم. اینا تخته‌ای هستش، بعضیا جلش تخته‌ایه. بله، برای نقاشی بود. ببین چه چیزای خوشگلی دارم دوستان. خانم کفتوزک، آقا کفتوزک. میتونم اینو برای سوزن تهگردم استفاده کنم. این جای ساعت بوده، اینو میخوام ازش استفاده کنم به عنوان سوزن تهگرد. ببینید چقدر قشنگ پر شده.
جعبش آوردیم میذاریم تو جعبش جایی که سماسیم نمیبینه. سرش هم میتونیم ببندیم مثل قبل. زنجیرها رو هم گذاشتن تو پلاستیک. زنجیرها رو هم گذاشتن تو پلاستیک. صابون خیاطی هم گذاشتن تو جعبه سوزن تهگرد. این گلیه که من قبلا با کانوا بافتمش، کانوا اضافه. اینجا رو خالی کردم، میخوام اینجا رو هم خالی کنم، تمیزش کنم. همشو دارم برمیدارم. هرچی که لازم میذاریم همینجا. خب دوستان گلم، من این فقط جاش اینجا نیست، اینجا رو نظمش دادم قشنگ. لوازم یعنی هرچی که مواد خوراکی هست اینجا گذاشتم. پایینم میخوام یه چیزای دیگه بذارم. از صبح همینجور مشغولم. خب دوستان گلم، حالا اومدم کیف پولم هم نظم بدن. کیفای مجلسی هم دارم، میخوام تو کارتون اینو بهش من یه عروسک وصل کردم. به اینا یه پشمالک وصل کردم. خب اینطوری بهشون نظم دادم. اینم یه زمانی خودم درستش کردم. کانوارم گذاشتم داخل این جعبه. اینو قبلا درستش کردم دوستان. این جا کلیدی هستش، یه تناب داره داخلش و اینو میکشه میبریم داخل، خودش میره داخل. هم میتونه کیف باشه که موبایلتون رو بذاریم داخل. این جعبه قلب شکلم من جوراب و دستکشمو گذاشتم، جاشون رو عوض کردم. جای جوراب و دستکش و لیف حمام. اینم گیرام. بعضی از این گیرا رو خودم درستشون کردم، بعضیشون هم خریدم. اینم گیرامو تو جعبه قلبی گذاشتم، یعنی جای جوراب و دستکش برم تو یه جعبه دیگه، اینا رو هم گذاشتم تو جعبه قلبی. این هم بدلیجات هستش، ولی یکی از کلیپس و تسمه کمرم هم اینجا گذاشتمش. اینا رو هم میریزم تو جعبه کوچولو. خب تو این جعبه هم میخوام لباس آرایشیمو بذارم. این هم از این زمانی که ما جا نداریم یا کمدمون کوچیکه یا قفسه کوچیک داریم، ما میتونیم از این جعبه ها برای استفاده جمع جور و نظم خونه استفاده بکنیم. حالا دیگه تکمیل شد. لوازم آرایشی من تو جعبه گذاشتم. حالا میخوام قسمت لوازم آرایشی و عطر کنم در حقیقت و شامپو رو تمیزش کنم. من همه این وسایل کرم، لاک، عطر اتکلون، روغن مو، شامپو، هر چیزی که این بالا بود و آوردم پایین. میخوام اینجا رو تمیزش کنم. وقتی تمیز کردم نظم بهش دادم بهتون نشونش میدم. همه رو دارم دستمال میکشم تو بذارم بالا. خب حالا اینا رو خالی میکنیم، میخوایم اینا رو نظمش بدیم. دوستان بالا خودش کفش و دمپایی و بخاری گذاشتم، پس قبل بود بهش دست نزدم. اینجا لوازم خیاطی و کیف پولم رو گذاشتم، اینجا لوازم خوراکی و اینجا بدلیجاتم و رنگ نقاشی و بقیه چیزا. اینجا هم عطر اتکلون، شامپو و لاک و کرم و توی اینجا عطر با رژ لب گذاشتم.
روغن ما اینجا گذاشتم پشت شامپو هستش. بعد لاک پاکن اینجا گذاشتمش. چقدر تمیز شد. خب حالا این کشو رو پاکش کردم. میخوام وسایل رو بذارم اینجا سر جاشون. دوستان عزیزم، لطفاً سابسکرایب و لایک کنید تا با ولاگ بیشتر با تلاش کن همراه باشین و نظرات و پیشنهادات ارزشمندتون رو برام بنویسین. این به رشد کانال من خیلی کمک میکنه و من از شما انرژی میگیرم.